اگه تو هم روی این ویدیو کلیک کردی 100% به خاطر اینه که مشکل افت فریم ریت داری و نمیتونی درست بازی کنی و بازی تماش لگ میزنه. تو این ویدیو میخوام بهت یاد بدم که کاملا با این لگ خدافظی کنی و راحت پلی تو بدی. پس تا آخر این ویدیو رو ببین و لحظه ای ازش رو جا ننداز، به خاطر اینکه میخوام بهت یاد بدم که کامل لگو از بین ببری. درود ستونا و عشق دل داغشاستا، آقا حالتون چطوره؟ چیکار میکنید؟ امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوبه توپ باشه، در کنار خانواده‌هاتون سلامت باشید. و اینکه توی ویدیو امروز همونطور که گفتم اومدم بهتون یاد بدم که چجوری فریم ریت بیشتری داخل بازی بگیرید توی گوشی‌های سامسونگ و شیائومی. پس حتما تا آخر ویدیو نگاه کن و نکته جا نندازی تا بتونی راحت پلی تو بدی و مثل من یه صفحه روون داشته باشی. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ازتون میخوام که مثل داداشا میمونید. ازتون میخوام که یه حمایتی بکنید. من خیلی سخت بود اینکه برم پیدا کنم که چجوری FPS رو ببرم بالا، راه پیدا کنم، کلی راه بیرون برنامه، داخل برنامه. پس ازت میخوام برای اینکه خستگی من در بره یه ساب بزنی و زنگوله روی آل بذاری تا هر موقع ویدیو آموزشی گذاشتم با خبر بشی و اینکه یه دونه کامنت هم اگه عشقت کشید بذار و بریم سراغ ویدیو. خب عشقا دقیقا مثل ویدیو برید تو ستینگ گوشیتون اباوت فون رو بزنید و اینجا OS ورژن رو پیدا کنید. 10-12 بار وقتی بزنید رو OS ورژن میبینید که اون پایین یه متنی میاد و مینویسه که شما دیولپر شدید و میتونید برید تو ستینگ اصلی گوشتون، برید پایین و به بخش ادیشنال ستینگ برید و دوباره اینجا برید پایین تا گزینه دیولپر آپشن رو پیدا کنید. بزنید رو گزینه دیولپر آپشن. خب بعد از اینکه رفتید تو بخش دیولپر آپشن برید پایین تا گزینه گرافیک درایور پرفورمنس رو پیدا کنید. الان بریم پایین میبینیم که گزینه‌اش این پایین هستش، انگشتم روش نگه داشتم. بزنید روی این گزینه و اینجا برید کال آف دیوتی موبایل یا هر بازی دیگه که انجام میدید رو پیدا کنید و کال آف دیوتی موبایل رو روی بخش سیستم گرافیک درایور بذارید حالا یا هر بازی دیگه. خب برای این کارم فقط کافیه که صفحه گوشیتون رو بکشید پایین و دنبال فوکوس بگردید. فوکوس اون پایین به احتمال زیاد باید اضافهش کنید. وقتی که پیداش کردید نگه می‌دارید روش و هر برنامه دیگه بجز کال آف دیوتی موبایل رو تیکش رو روشن میکنید یا هر بازی دیگه که حالا انجام میدید، فری فایر، پابجی، هر چی بجز اون بازی که انجام میدید تیک همه برنامه‌ها رو فعال کنید. و بعد از اینکه این کارو کردید فقط کافیه که روشنش کنید و اینجا میبینید که برنامه‌های دیگه بسته میشن و وقتی که فوکوس مود روشن نمیتونید به اون برنامه بدید و کلی بار سنگین رو روی دوش گوشی شما برمی‌داره. خب برای کار بعدی شما دوباره وارد ستینگ یا تنظیمات گوشیتون بشید، به بخش اپز برید و کال آف دیوتی موبایل رو پیدا کنید حالا یا هر بازی دیگه. تاکید میکنم برای همه بازی‌ها جواب این کار. بزنید روی کال آف دیوتی موبایل و بخش باتری که اونجا هستشون بالا بخش باتری، دستم روش نگه میدارم و از بخش باتری سیور بذاریدش روی نو ریسترکشن که باتری سیور نداشته باشه گوشیتون و باتری گوشی شما نگه نداره. این روش یه ذره باعث میشه که شارژ گوشی شما زودتر تموم بشه ولی خب روی FPS شما خیلی تاثیر زیادی میذاره. عشقای داداش من کلی واسه این ویدیوها زمان میذارم، ادیتشون، پیگیری برای اینکه آموزشش رو ببینم و اینکه من ویدیوهایی که لانگ میذارم خیلی ویو زیادی نمیگیره، 200 تا 100 تا میگیره ویو و اینکه همون 200 تا 100 تا هم کلا 10 تا لایک میگیره. نمیدونم اما خوشتون نمیاد داستان چیه؟ اگه خوشتون نمیاد که توی کامنت ها بهم بگید، اگرم که نه یه لایک حداقل به ویدیو بزن تا من خستگیم در بره. عشق داشت و عشقای داشت مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید و این خیلی کمک بزرگی رو هم میکنه همین که این 4 دقیقه رو تماشا کردید و تا ویدیو بعدی عشق من دو فعلا بدرود.